خماری در دهه 60 هجری شمسی در شهر مزار شریف ولایت بلخ در یک خانواده فقیر دیده به جهان گشود. او بیشترین سالهای عمرش را در کوچه خرابات شهر کابل سپری نمود. سالت او از قوم تاجیک افغانستان می باشد. دختر نوجوان و معصومی که قربانی تقدیر زمانه و شرایط ناگوار گردید. زندگی او مانند هزاران دختر دیگر افغان اول توسط خانواده و بعد توسط اجتماع به بازی گرفته شد. او در اوایل نوجوانی از شدت فقر زیاد به ناچار توسط خانه هشت و محافل رقاصی و روسپیگری فرستاده شد. بانوی مظلومی که مجبور بود برای امرار حیات خانواده‌اش شبها در میان دود و سیگار در میان صدهام در هیاهوی ترس و استرس در حالت نیشه در محافل مردانه برقصد و آواز بخواند. بعد از گذشت چند مدت صدای خماری همچون نسیمی بر کوچه های قدیم شهر کابل پیچید. با رقص افسونگر و آواز ماندگار و زیبایی طبیعی خاصی که داشت دلها را تسخیر نمود. شهر کابل به شهرت خاصی دست یافت، طوری که هم مردم کابل با نام خماری آشنایی داشتند. شهرت او به جایی رسید که با هنرمندان محبوب وقت از جمله بیکنجاوت، هماهنگ و میرمفتون آهنگهای دوگانه اجرا کند. بعد از اجراهای او با هنرمندان سرشناس کشور، همه مردم افغانستان خماری را می شناختند. از او آهنگ زیادی به جا نمانده است، جز تنها چند آهنگی که با دستگاه‌های قدیم ضبط شده و به شکل کسید و ویدیو به نشر رسیده است. اما این آهنگ‌های اندک کافی بود تا خماری در دل‌های مردم افغانستان جا بگیرد و هواخواهان بیشماری به خود جذب کند. آنچه خماری را در میان مردم ماندگار کرد صدای او بود، آوازی که از دل بر میخواست و به دلها مینشست. شاید در این دوره بیشتر مردم افغانستان خماری را به نام رقاصه و روسپی بشناسند، اما هرگاه از دریچه دیگری به زندگی او نگاه بیاندازیم، با دیدن چشمان مظلوم و غمدیده اش میتوان درک کرد چه سرنوشت زشت را در شبها و روزها در طول عمرش سپری نموده است. می توانیم روح سرکش و آزاد را در او نگاه کنیم. در اوج و درد و فقر با رقص و آواز زندگی را برای مبارزه می طلبد. در جامعه‌ای که زنها از حقوق اولیه خود برخوردار نبودند، او چندین سال جلوتر از زمانش زندگی نمود. هماری در دوره جمهوریت اشرف غنی احمدزی از رقص و آواز کانی فاصله گرفت و گوشه‌نشینی را اختیار نمود. از وضعیت زندگی او اکنون خبر موثقی در دسترس نیست، اما نامبرده مانند بسیاری دیگر از هنرمندان افغانستان بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان ناپدید شد. برخی میگویند او توسط طالبان کشته شده است و برخی بر این باورند که با خانواده‌اش در شهر پیشاور کشور پاکستان مهاجرت نموده و در آنجا زندگی می کند. اما گروه سومی بر این باورند که او حیات داشته و در شهر کابل زندگی می کند. روایت سوم قابل اعتماد و قوی می باشد. به نظر می رسد خماری زندگی معمولی را اختیار نموده و به طور پنهانی در شهر کابل زندگی می کند.